بچه اومدیم با قسمت چنده؟ 8 باشه؟ قسمت 8 قسمت 6 و 7 رو رفتیم. قسمت 8 سولو لولینگ این انیمه دیوونه کرده ما رو. یعنی اصلا نمیدونم چی باید بگم در وصف 10 سازندش هم مرده داره؟ نویسندش آره سازندش مانگاکا البته مانهوا هم هست کره‌ایه ولی خب آره اونم خدا رحمتش کنه نتونست ببینه چی ساختن براش دیگه دمش گرم. حالا استودیوی سولو لولینگ هم اینا رو میزنه. حالا ببینید این استودیوی سولو لولینگ چیا رو دیگه میزد؟ سورد آرت رو میزد دیگه. چی بود استودیوش هست؟ حالا ببینم میزه برای میدونم برای سورد آرت بود دیگه. آره دیگه از فصل 4 به بعد نبود به مولا داستانش فرق کرد. بعد از فصل 2 زیاد با سورد آرت حال نمی‌کنم. داداش یکی از بهترین آثار این اینجوری شاید قسمتو بزنیم. اصلا دلم نمیخواد یه همچین چیزی سری پیدا کنم. برعکس حرف میزنم. یاد بگیر اینقدر پسر خانواده بودی نیست نشور که نه خود اینقدر اینه که بده. تو چی میفهمی؟ سگه دهنشو سرویس کرد. 170 تا اسمش نمیره. سگه میگفت ها یارو مثل جونش میرفت بعد دیوار کشید به زمین کشید گازش گرفت اچویش نمیرفت. سگه اول کار یه پارس کرد جونش از 3000 تا شد 1000 تا. دفعه آخر گازش گرفته بود با 170 تا HP میزدش دک و دیوارها رو خورد کرد همینا رو خورد کرد سگه مرد. من میمیرم. اش میخواد بزنی توی توین میکنی به سازنده این اوپنینگ رو گذاشتم بر تو. اوپنینگ رو وقت بره روش پایین تلاست صداش هم بلند یا کات میشه صداش هم بلنده همون پاندا باشه. کافه کجاست با هم بریم ببینیم اینا رو؟ کافه با ما به زور میای میخوای بری کره کافه اینا رو ببینی. کره هست فکر کردم ژاپن یه دونگسوک رفیقه ریشه رو داری؟ ولوری ریشه رو داشته باشی؟ ولوری ندارم شبتت به پرج باشه دیگه. بودو این نموده فیتنس باشه؟ کافه رو نرفتیم یه دوری بزنیم خسته نباشه. داره با نایف میره تو چیز داخل دانجن بعد ارتش نمیره کمکشون. ارتش نمیتونست بزنشون دیگه و اینا اول کار گفت که یه ارتش اومدن مقابله کنن بعد یه تیر میزدن کیر میشدن تیر میخورد بگو چه کنی داره گرفتن ارتش گاییدن بعد یه گفتن خب ما چی داریم ما چیز داریم ما چاقو و آشپزخونه داریم اینا رو باس فایت ها رو هم میزنیم
آه این اتفاق تو دنیای واقعی بیفته، مثلا چیزی که مردم فکر میکنن حالا چیکار کنی، چیزی که دولت واقعا انجام میدن، بمب اتم. ولی خب بمب اتم مردم هم خطر میندازن تو دانجین دیگه، نمیندازن تو دنیای خودمون که دیوونه. شاید ننداختم توی یکم از اون تو پرت کرد بیرون. الکیه. بیا بگی چهارشنبه سوریه خدایا، بگی ترقه میندازیم تو، بعد صد یارو بیاد بیرون سیگارتت افتاد اینجا بیا بگیرش. تلاش میکنه ولی انسان هارد ورکیه. فانتا باشی شانسیه. باز میشم جلو کارت بخت آزمایی داشت. بینگو همین تو کنم دبرنه چیه؟ دبرنه همونه. چیکار کردیم ما با خودمون؟ اینجوش مصنوعی بود. جان اوه این رفیق عزیزمونو که یادته؟ کی بود؟ دوست عزیزم همونی بود که قسمت 1 بود 2 بود. بابا همونی که لیدرشون بود داخل اون دانجن. اون که دستش بگاره. آره. داشت یارو استاد دانجن پول از کجا بیاره؟ این کسکش شد. اینو یادم. آخ قیافه‌شون. اصلا تو هم بودی همین کارو میکردی. داشت من رفیقامو سر این چیزا بدیم. پیش گفت باکا؟ با دارم من لذت میبرم از این احساسات. نه نرین توش. من چیزی حس میکنی؟ برام نشنم همون چه خانواده دوست داشتنی. خیلی تمرات فرار کرده از دهن سرویس. خودت هم این کارو میکردی. اصلا نمیرم اون تو که بخوام درون دندی آیزن والمارت. آیزن رنگ قرمزش وا کردن. رنگ قرمز وا کرده آیزن اومده گفته چیز شد. 2 تا دستش هم داره دیگه واقعا آیزن شد. عشقت آجی من خیلی دوستش دارم. دلیلش هم بگو بچه ها بدونن. اقتضای سن نشده بزرگتر تو البته امیدوارم. چون ایچیگو رو من فکر می‌کردم بزرگتر از من نگاه 15 ساله. وای یارو 15 سالشه بعد 52 سال بود. همون کوتوبارو اونجاجی بیا. این همونی که اول کار نشون داده بود 3 تاشون میان با مورچه‌ها میجنگن. اونی بود که برقی بود. اون فکر کنم بگاره. مرده؟ آره چون اونو داشت بغل میگه میگفت اوه نمیدونم فلان. اوه
شم اصلا اوه ساسکه یه مجسمه نتونست بزنه. ساسکه هم دایناسور البته نمیدونم. اوه چشمام داره درست میبینه. سنگسان؟ سنگکون؟ سنگکون همونجا معصوم قیافش حقیقتا گونا داره بدش کن. قسمت 6 بعد میمایده داشت. سنگ یه سنگ چه زیر نویسی آخه؟ راک بود کشتی کش کنه. راک بود سنگ فانتا ببین کی اومده. بله جوهی خواهرم. جوهی خواهرمه. بله یادتون میاد. اینو NPC ها قیافه NPC اولین نفری که تو داستان میمیرن. ما کاملا به امنیت مردممون چیز می‌کنیم. ما میدونیم داخل چیزا همه جرمی اتفاق میفته. ما 3 تا چیزا میندازیم. زندانی قاتل زنجیری هم میندازیم تو. چقدر فوق‌العاده، چه ترکیب فوق‌العاده‌ای. با چی؟ با 4 تا نفر که تازه از یه تروما سنگین برگشتن، اصلا دست نداره. با یه نفر دست نداره. یکی که یه هیلر بی که فقط تو ای کار میکنه چون میترسه، چون جرئت نداره. البته رجب خواهرم درست هست. با ضعیفترین شخصیت، البته ضعیفترین نسبت چیزی که بقیه، آره هم چیزی که بقیه میبینن. ما 3 تا قاتل زنجیری رو میندازیم ما اینا. آره اینم باشون میره. اینم داداش تمام این سناریویی که ما چینیم اصلا آره اونا که داشتن یه بگاهی دیگه. حالا من جای چیز نگفتم not this time. واکاتا کوتوبار 30 سال. این NPC از کجا اومد؟ اون یارو که کلشون این کجا بود؟ اون چیز هست دیگه براش بایسته. همون که گفت دیگه نمیتونم نگه دارم. یعنی یکی